بعضی وقتا توی زندگی چیزای کمه که باعث میشه حس کنی توی بن‌بست گیر افتادی. اشکال نداره، چون میخوام داستان یکی از رفیقامو براتون تعریف کنم. اسم این رفیقمون بود. این داستانی که چطور اون از یه جایی که گیر افتاده بود خلاص شد. رفیقمون با بی‌حسی و درجا زدن حسابی درگیر بود. همیشه آینده و رویاهای گنده‌ای داشت، ولی هرچی بزرگتر میشد رویاهاش لای سر صدای دنیا گم میشد. با اینکه چند تا رفیق خوب داشت ولی احساس تنهایی میکرد. اغلب توی خونه، توی اتاقش با گوشیش ور میرفت. همیشه میخواست باور کنه که فرق داره و برای کار بزرگتری ساخته شده، اما این روزا به خاطر شک به خودش نمیتونست از چارچوبش بیاد بیرون. معمولا هم هیچ کاری برای تغییر شرایط انجام نمیداد. حالا اگه بهت بگم راه حل مشکل این رفیقمون خیلی ساده بود و کاری بود که همین الان میتونست انجام بده، چی میگی؟ اواسط سال 2025 رفیقمون شروع کرد به انجام دادن یه سری کارا. اون تصمیم گرفت و با خودش گفت من به این زندگی دیگه خسته شدم از اینکه برای خودم دلم بسوزه. بالاخره میرم بیرون، یه تغییر به زندگی میدم. از جاش بلند شد و بلا فاصله برگشت سر جای اولش. فهمید نمیدونه از کجا شروع کنه. میخواست اوضاع رو عوض کنه، اما هیچ ایده‌ای به ذهنش نمیرسید و هر کاری هم به فکرش میافتاد سریع ولش میکرد، چون احساس میکرد که حالشو نداره. در نتیجه تمام انرژی و انگیزش رو بعد از 4 ثانیه فکر کردن از دست میداد. دوباره گوشی رو براش تا اینستاگرام رو باز کنه، ولی وقتی گوشی دستش بود یاد یه جمله افتاد که چند سال پیش یه نفر بهش گفته بود: یه دیوونه با کولش بودن بهتر از هیچ کس نبودنه. اون موقع یادش نمیومد این جمله رو از کجا شنیده. شاید توی بیو یه نفر توی اینستاگرام یا پشت وانت با بار سیمان. خودش نمیدونه، حقیقتا منم نمیدونم. به هر حال رفیقمون از همین یه جمله استفاده کرد که زندگیش رو با تغییر دادن چیزای کوچیک روزمره عوض کنه. بهت بگم چی کارا کرد. روز اول شروع کرد به یادگیری لهجه بریتیش. روز دوم یه قرار ساده 2 نفره تو پارک نزدیک خونش گذاشت. روز سوم شروع کرد به چند تا شکم زدن تو خونه با بدبختی. روز چهارم شروع کرد به درد دل کردن با خانواده‌اش که البته خیلی خوب پیش نرفت. روز پنجم 10,000 قدم راه رفت. واسه انگیزه پیدا کردن سر زد به یه جای جدید که مجبور بود راه بره. البته از یه جای به بعد زد زیرش اسکوتر گرفت. روز ششم یه کتاب قدیمی که خوندنش سخت بود و نسخه صوتیشو پیدا کرد و گوش کرد. بالاخره دنیا عوض شده، اینجوری هم میشه کتاب خوند. روز هفتم بالاخره منظورم از پس زمینه زندگی زندگیش فهمید. بعد از یه مدت دید کاری انجام میده که خیلی بیشتر از اون چیزیه که اولش فکر میکرده. تمام اون ضعف و خسته شدن کم کم داشت محو میشد. اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرد، چون هر روز یه قدم بیشتر برمی داشت. اون میخواست یه دنیا کارو توی یه روز انجام بده، ولی کم کم فهمید کارا رو باید پخش کنه توی هفته. شاید به سرعت به نتیجه نمیرسید، ولی از عقب انداختنش خیلی بهتر بود. هر روز یه کاری رو انجام بده که از شروعش میترسی. یه کامیون ایده رو نریز برای یه روز ریممبرت. رفیقمون از اون جمله دیوونه با کولش تبدیل به یادم جدید شد. انگار هر چند وقت یه بار باید یکی یادش بیاره که این جمله وجود داره. شاید باید دیجی تتو کنه که یادش نره. اون فهمید تنها راه مقابله با افسردگی و توی خونه موندن اینه که حداقل یه کار در روز انجام بده که فکر میکنه براش مهمه. این کارا باعث انگیزش میشه. بعد از یه مدت سرعت پیشرفتش بیشتر میشه و میتونه 2 تا کارو در طول روز انجام بده. وقتی به گذشته نگاه کرد احساس خجالت نکرد، از خودش متنفر نشد. بالاخره این توانایی حاصل تمام زندگیش بود و حالا تونسته بود دوباره بلند شه. خلاقیتاش حاصل زندگیش بودن که بهش الهام میشدن. افسردگیش به خاطر کم بودنش نبود، به خاطر پتانسیل آزاد نشدهش بود. اون دوباره یادش اومد که اون یه آدم یه دنده و یه دیوونه با کولشه که از 0 رسید به اکران جهانی فیلمش، اونم بدون هیچ پخش کننده بزرگی.